خیلی مفت به هم دیگه تهمت میزنیم، خیلی راحت زیرا به هم دیگه رو میزنیم، خیلی راحت نسبت‌های ناروا به هم دیگه میدیم. در همه فضاهای این کشور شما نگاه کنید تهمت مثل نقل و نبات داره منتشر میشه. هر کی از هر کی خوشش نمیاد یه انگی بهش میزنه. گاهی از اوقات انسان اهل تهمت نیست، اما نسبت به تهمت زنندگان واکنش درستی نداره، یا نسبت به اونایی که تهمت بهشون زده میشه واکنش نشون نمیده. آقا ما از مظلوم باید دفاع کنیم. خب از مظلوم دفاع کنی، یه جایش مظلومی است که با حرف دارن نابودش میکنن. همه مظلوم ها که مظلوم های لبنان نیستن که. اون مظلومی است که زیر بمب صهیونیست جنایتکار کشته شده. این مرم یه مظلومی است که یه کسی با عنوان شیعه با حرفهاش داره نابودش میکنه، داره بهش ضربه میزنه، داره روحشو مکدر میکنه، روحشو مجروح میکنه. ما نسبت به این ظلم هم باید واکنش داشته باشیم یا نداشته باشیم؟ آقا طرف آدم بزرگه، این بزرگا رو ما خودمون بزرگ کردیم. اینا تو خونه خودشون کسی نیستن که. این بزرگا رو ما خودمون بزرگ کردیم، ما بهشون احترام میذاریم میشن بزرگ. اگر بزرگ باشه که تهمت نمیزنه، اگر بزرگ باشه دروغ نمیگه، اگه بزرگ باشه فحاشی نمیکنه، اگر بزرگ باشه نسبت‌های ناروا به دیگران نمیده. بزرگ معلومه. فرمود اگر کسی به کسی دیگری تهمت بزنه نمک تو آب چجور حل میکنن؟ با قاشق میچرخونی دیگه نمکه پیداش نی. فرمود همینجوری ایمان از تو قلبت از بین میره. امام صادق میگه تا مادامی که تو اهل تهمت هستی، از نظر من تو حتی شیعه هم نیستی.